جنگ تا این موقع شب کجا بودی؟ مگه نگفتم زود بیاین؟ بابا رفته بودیم عروسی دیگه. با کی بودی؟ بابا با ما بود دیگه، با کی میخوای باشه؟ خفه شو، بعدن حساب تو رو میرسم. چی شده؟ ما چی کار کردیم ها؟ دیگه چی کار میخوای بکنی؟ دست اون زن ناجیه رو زخمی کردی. اومد ازم شکایت کرد. راجع به اون پولی که حقم بود و ندادم گفت. خجالت نمیکشی؟ میخندی؟ بابا داد نظر، خواهش میکنم. تو دیگه نمیخواد طرف اونو بگیری. اونجا با کی بودی؟ بابا من کاری نکردم، قسم میخورم. صدا تو ببر دروغگو. آبرومو تو محل بردین. این موقع شب با سگای ولگرد محله میچرخین. فکر میکنی نمیفهمم؟ داری چی کار میکنی؟ زبانه کنار ببینم دختر من هم چی کاری نمیکنه. تو اینا رو لوسشون میکنی دیگه. تو بابامو پرش کردی آره؟ نتونستی بیای عروسی، نشستی خونه دیوونه شدی این آره؟ چه طرز حرف زدن با مامانته؟ درست حرف صد بار بزن. گفتم اون مامان من نیست. بسته دیگه بسته. چی شد حالا که حرف ناموس شد یادت افتاد بابایی؟ داره بی‌حیا میذارم میکشمت. برو کنار ببینم این کارو نکن، دارم میمیرم. خدایا دست از سر من بردارید. ساکت شو دیگه، برو تو اتاقت. به جا ببینم، برو تو اتاقت. به جز زنش کس دیگه ایو نمیبینه. نه محبتی نه علاقه ای. ما اینجا حیوانیم؟ اینجوری پدری میکنی؟ خدا تو رو داده منو امتحان کنه. خواهش میکنم بابا ولش کن. خواهش میکنم ولش کن. خواهش میکنم آروم باش. بیا برو تو اتاقت. بیا برو شما برید تو اتاقتون ببینم. برید دیگه بس کنید، دست از سرم هر کی ناموسمو لکه دار کنه نمیذارم زنده بمونه. میکشمتون. و خدا قسم زنده نمیذارمتون. تو هم صدا تو ببر. عزیزم بیا عربی. برو. پسرم گریه نکن، هیچی نشده. چرا؟ باید این کارو میکرد. به همون دلیلی که بابا یه زمانی منو کتک میزد اونم واسه همون میزد. رفتی دستشویی آره؟ الان بگیر بخواه. زود باش. نه فرار نمیکنم. مهمت داداش، اگه باز فرار کنی چی؟ اگه بلایی سرت بیاد چی؟ یادت رفته دفعه پیش چطور اذیتت کردم؟ من به خاطر تو این کارو میکنم. بخواب داداشم. بابا میفهمه من باردارم منو میکشه. خودش رسما گفت دیگه، ندیدی؟ شاید با برکانت ازدواج کردی. آره حتما. از همشون متنفرم. از برکانت، از بابام، از پروین، از این محله. خواهر من بیچاره شدم. به خدا بیچاره شدم. به زودی همه میفهمن با برکانت چه غلطی کردیم. به خدا هم میفهمن. بابا منو میکشه. فرض کنیم جونمو نجات دادم، بعدش چی؟ بعدش چی میشه؟ فکر میکنی پروین چرا با بابا ازدواج کرد؟ اونم یه زمانی مثل من عاشق یکی شده بود. اون آشغالم ولش کرده بود و رفته بود. دادنش به سلیمی پلاستیک فروش بچه دار با یه مادر شوهر. مینو با منم این کارو میکنن نه؟ معلومه که نه. از اینجا فرار میکنیم میریم. کجا فرار میکنیم بابا؟ هر جا بریم واسه ما باطلاقه. حالا باز تو میتونی دانشگاه تو تموم کنی بری یه جای درست حسابی. هر چند بالا سر تو هم یادمی مثل علی هست. یکی از یکی بدتره. خدایی من. تقدیر ما قبل از به دنیا اومدن معلوم شده. ما دختره اون سلیم نایلون فروشیم دیگه، همین. شاید یه روز ما هم واقعا خوشبخت شیم. ما هم خوشحال شیم. یکی عاشقمون شه.
راحت شدی؟ اصلا عذاب وجدان نگیری ها. حقشون بود. خدا رو شکر کنن که نکشتیشون. یه بابای آروم مثل تو رو پیدا کردن، به جای اینکه ببوسن بذارن رو سرشون. ببین سلیم، جهیزیه یه دختر ناموسشه. اونا الان جوونن، عقلشون سر جاش نیست. تو به عنوان بابا باید مراقبشون باشی. اون پسر علی، اون با مینا خوش میگذرونه، باهاش ازدواج نمیکنه. از من گفتن. از کجا میدونی؟ میدونم دیگه. اگه فردا پس فردا بیاد بگه عمو سلیم من قسم جدیه، با اجازه خدا دخترتو میخوام، چی بگم؟ بگم نمیشه؟ حالا تا اون روز یه کاریش میکنیم دیگه. آبجی کجا؟ میری با برکان حرف بزنی؟ منم میام، صبر کن. صبح خیر عشق من، چه خبر؟ چیه؟ قهری؟ زدی تلفنمو شکوندی، من هنوز قصهشو ندادم. خب تو هم قلب منو شکوندی بابا، ولش کن تلفنو. ول کردی، متاسفانه ول کردی. منو ببین، امشب یه از بابا منو خواستگاری کن، خب اون وقت من بهترشو واسط میخرم. برو پی کارت بابا. یه لحظه وایسا بابا، عطر میای خواستگاری دیگه نه؟ دختر چه ازدواجی، دیوونه شدی؟ دیشب به خاطر تو از بابام کتک خوردم، اون شک کرده. به خدا اگه بفهمی من باردارم منو میکشه. برکاند التماست میکنم، خواهش میکنم بیا خواستگاریم، عقدم کن، بعد اگه بخوای میتونی طلاق بگیری. قول میدم بهت نمیچسبم، باشه عشقم، خواهش میکنم. اون بچه از منه. معلومه که از توی، پس از کی آخه؟ به خدا قسم که از توه. خواهش میکنم تو این وضعیت ولم نکن. من واسه ازدواج آماده نیستم، کلی برنامه دارم. پسر تو بچگیت 3 بار انداختنت هوا، 2 بار گرفتنت فقط. میگم اگه بابام بفهمه من حامله‌ام منو میکشه. ببین با زبون خوش اومدم التماست کردم، تو هم بیچاره میشی، نمیذارم زنده بمونی. من واسه چی بیچاره بشم؟ مگه مجبورت کردم با من باشی؟ به من چه ربطی داره؟ خیلی خوب، تو دیگه برگرد. نه ولت نمیکنم. تو گناهی نداری، من همه این کارا رو کردم، تو برگرد. آبجی برکان چیزیش نمیشه؟ نه طوریش نمیشه، نگران نباش، طوریش نمیشه. مطمئنم الان پیداش کردم، بردنش بیمارستان، نگران نباش. مینا فقط منم که بیچاره میشم. 1 ساعت نگذشته همه محله میفهمن کار من بوده، اون وقت پلیس میفته دنبالم. آبجی جون باشه. ببین تو از اینجا برو فرار کن. تو کجا فرار میکنی؟ میرم ایزمیر پیش آیسو، یه چند روز اونجا میمونم، بعدشم خدا کریمه دیگه، من چه میدونم بابا، وقتمون نگیر. ولت نمیکنم. مینا برگرد خونه. نه گفتم ولت نمیکنم. نگاش کن، باز دوباره لجبازیش گل کرد. خیلی خوب، پس را بیا. اینجا رو نگاه، همه جام کثیف شده.
ویل کن بابا، پاک نمیشه. گل این محله اگه بچسبه روی آدم دیگه پاک نمیشه عزیزم. میخوام از یه بلا خلاص بشم، گیر اون یکی میافتم. ما عجب تقدیری داریم به خدا. این زندگی هم فقط به روی ما نخندید. این زندگی لعنتی نمیذاره بفهمیم خنده یعنی چی. یکی رو زمینه. آخ، این پسر بقال ما برکانت نیست؟ زخمی شده. زود آمبولانس خبر کن. برکان 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 برکان. علی. الو مینا، فهمیدی؟ یکی تو محله برکانتو زخمی کرده. کار آسیه است؟ علی اتفاقی شد، واقعا عمدی نکرد. واقعا کار اونه؟ باشه هول نکن، به هیچ کس چیزی نمیگم، ولی به خواهرت بگو جلوی چشم نباشه. الان پلیس هم قاطی قضیه میشه. علی تو برکانتو دیدی چطور خوبه؟ آره بردنش بیمارستان. تو رو خدا بگو خوبه یا بده، یه چیزی بگو. مردم. خیلی خوب، تو کجایی؟ من با خواهرمم میریم پیش یکی از دوستاش. چه دوستی؟ مینا الو. آخرش لومون میدی. رابیا چی کار میکنی؟ بخور عزیزم، رنگ و رود باشه. بخور نوش جونت. آها. آیشه دیروز آبجیتینا گفتن میریم عروسی، رفتم با پسرا قرار گذاشتن. به خدا به بابا چیزی نمیگن. نه قرار نذاشتن. خب باشه دخترم، امان. به خدا نگرانم، یه وقت تو آب میبشین قرصی چیزی بریزن. دختر واسه چی میخندی؟ دروغ میگم. باشو برو آبجیتینا رو صدا کن بیدارشن دیگه، دیرشون شد. باشه. تارو جون، آبجی مینا کجا؟ نمیدونم، ندیدم. مامان صبح بخیر. ممنون. مامان بزرگ، آبجی مینا نیستن. ای وای، یعنی زود رفتن، صبحونم نخوردن. میبینی؟ حتما یه لقمه برداشتن. آره برداشتن، نه اینکه خیلی به فکر دختراتی. دستت بشکنه. دیروز چرا بچه‌ها رو اونجوری زدی ها؟ پسرم، زن پیدا میشه ولی بچه پیدا نمیشه. اگه فردا پس فردا بگن دیگه بسته بذارن برن، چی کار میکنی ها؟ اون موقع چی کار میکنی؟ باشه مامان باشه. آیشه دخترم از روی اون میز تلفنمو بیار. مینا تو برو بلیطا رو بگیر. اسممو پرسیدن، ترسیدم بهشون بگم. گفتم شاید پلیس پیدامون کنه. یعنی پیدامون میکنه؟ چه میدونم بابا، ترسیدم دیگه. بابا زنگ میزنه. جواب نده. یعنی چرا زنگ میزنه؟ نکنه قضیه برکانتو شنیدن. پسر طوریش نشه، ولی داشت نفس میکشید. تو هم دیدی زنده میمونه نمیمیره. نه من خیلی میترسم. ساکت شو دیگه. ای خدا، مثل مسلسل ور 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 ور. اصلا دختر تو چرا با من اومدی؟ برگرد برو خونه. مطمئن شم جات امنه، برمیگردم. آیشه رو نمیسپرم دست پروین. از الان پاشو برو. تو جات معلوم شه، بعدش میرم. ببین اگه شب نری خونه بیچارت میکنم. بکن. کتک میخوری یا؟ بخورم. علی جونت زنگ نزد؟ نه زنگ نزد. میگم
به خدا چاقو رو مستقیم تو شکمش فرو نکردم. یه مختصر زخمی شد فقط. قسم میخورم هیچیش نمیشه. امیدوارم. بگذاریم من برم بلیطا رو بگیرم. باشه، ولی اینا فقط 15 لیر است. بلیطا 25 لیر میشه. من که پول ندارم. ای بابا چطور نداری؟ موقع اومدن از خونه بر نداشتی؟ معلومه که بر نداشتم. من همینجوری دویدم دنباله. چه میدونستم میریم ایزمیت؟ خب الان چی کار کنیم؟ من چه میدونم؟ بفرما. بچه به تلفن جواب نمیده. چند وقت دیگه بابا هم حسابت نمیکنن. یه لیوان آب نمیدن دستت. توف میکنه تو صورتت. مامان بس تو رو خدا سر صبحی خفم کردی. باشه پشیمون شدم. زنم پرم کرده بود. پسرم بادو بیا، گرسنه نمونی. ماشاءالله منتظر منم نموندی. یه ساعته نمیتونی از جات بلند شی. شوهر جون نونو میدی؟ واسه شوهرم لقمه نون حلوا بگیرم. نمیخوام، من سیر شدم. آیشه دخترم اگه حاضری بیا سر رو تورم برسونم. به سلامت پسرم. ممنون مامان. سلامت. باز کله سحری پرش کردی؟ آره. این چه ترس حرف زدنه؟ ای بابا باز شروع کرد. بی خودی دروغ نگو. خوش و خورم از پیشم بلند شد. بعد با اخم و تخم نشسته بود جلو. منو باش. تو باید قدر منو بدونی. به این راحتی نمیتونی احمقی پیدا کنی که واسه پسرت زن و واسه بچه‌هاش مادری کنه. میخواستی ازدواج نکنی، به جای اینکه هی بزنی تو سرم با یکی دیگه ازدواج میکرد. کسی از من پرسید؟ از شرایط بدم سوء استفاده کردین، منو گرفتین. وگرنه من تو صورت پسرتم نگاه نمی‌کردم. توف تورود که اینقدر بی‌حیایی. باید دهنتو ببندی مادر شوهر. نباید پیش شوهرم ازم شکایت کنی، وگرنه پرتت میکنم بیرون. فهمیدی چی گفتم؟ شیرفهم شو. الان برو به پسرت شکایت کن. ببینیم بازم میتونی تو این خونه بمونی یا نه. مهمت داداش پاشو بیا یه چیزی بخور. پاشو بیا. سد دم پایی صندلی جارو ظرف بیا ببر پلاستیکیه. بابا اگه مامانم نمیمرد اینقدر دعوامون نمیکردی مگه نه؟ دخترم الانم دعواتون نمیکنه. آبجی پروینو بیشتر از ما دوست داری؟ آیشه تو رو خدا از این سوالا نپرس. گفتی مدادم تموم شده، واسه مداد بخرم؟ خسته نباشین. ممنونم. رجب بقاله کجاست؟ میخواستم واسه دخترم مداد بخرم. پسرش برکانت و یکی با چاقو زخمیش کرده رفتن بیمارستان. نه بابا، کار کیه؟ نمیدونم عمو. ای خدا، خسته نباشی. دختر بیا اینجا، اون گوشه وای نسته دیگه. خیلی خجالت میکشم، این کارو نکنی. مینا دیوونه شدی اون همه راه پیاده بریم؟ یکی اومد. وایسا دیگه. سلام.
کجا دارید میرید؟ ایزمید. من میرم گرزه، تا اونجا میرسونمتون. بیاد که آبجی سوار نشی. میگم بیا. آبجی خواهش میکنم. یالا دیگه، مگه اتوبوس اینقدر آدمو منتظر میذاریم؟ خیلی خوب، برو پیکاره. بیا. ای خدا، چرا سوار نشدی؟ 2 مرد بودن، ترسیدم دیگه. تیپشونو ندیدی؟ خانم خوششم نمیاد. پروین جون، من شما رو یادم رفت. امروز از بیمارستان وقت گرفته بودم. خیر باشه، مریضی؟ نه، واسه یه بچه دار شدم مداوا میکنیم، واسه همین. ولی زودتر از 3 نمیتونیم برگردیم. بچه رو کجا میخوای بذاری؟ یه جایی پیدا میکنم. چی کار میشه کرد؟ خواهش میکنم ببخشید. این چه حرفیه؟ برو انشالله با خبر خوش برگردی به سلامت. انشالله. رضا زود باش، دیرمون میشه. وایسا خواهش میکنم. سلام، کجا میری؟ ایزمید. بیاین بالا. از این نمیترسی که ها؟ را بیافت. سلام. راستش ما میخواستیم بریم یونان، بعد گفتیم که خب چه لزومی داره اینجا، بیخی گوشمون کلی ویلا هست. راستش رو بخواین خانواده متینینا توی گوزه ویلا دارن. ما هم الان داریم میریم اونجا. اول سوار اسب میشیم، بعدش هم پیش شومین قهوه هامونو میخوریم. خیلی بهمون خوش میگذره، مگه نه عشقم؟ تو اسب سواری بلدی؟ یادم میدی، مگه چی میشه؟ عزیزم اخم نکن، لپتو بیار ببینم. ندید بدیدا. آبجی یه قلوپ از اون بده. بیا عزیزم. چیه دخترا؟ حرف نمیزنین؟ مشکلی هست؟ ما راحتیم رفیق، نگران نباش. وا رفیق ایول، لاتیشو پر کردی. خوبه؟ از دخترای مرد صفت خوشم میاد. داداش یه قلوبم تو بخور. آبجی تو نخور. ما چند وقت دیگه با هم دیگه نامزد میکنیم. راستشو بخواین تازه آشنا شدیم، ولی شنیدین میگن که آدم یه جوری همزادیشو پیدا میکنه. ما هم یه روحیم توی یه بدن، مگه نه عشقم؟ عزیزم نمیدونم، الان باید یه جایی پیدا کنیم که دستشویی داشته باشه. هی از دست این مردا نمیتونن احساساتشون رو به راحتی بیان کنن. آره. عزیزم بابا بزرگم زنگ زده، لابد سر ساختمون مشکل پیش اومده، باید بهش زنگ بزن. باشه، ما هم یه هوایی میخوریم. باشه. متین جونم اینجوری است دیگه. تو مسافرت هم که باشیم باید به کارهای شرکتش رسیدگی کنه، رسما معتاد کارشه. ولی من درکش میکنم چون بحث پولای هنگفت $1,000,000 نوه بل نقلیا شدن که کار راحتی نیست. حتما شما اسمشون شنیدین دیگه، نه؟ خیلی معروفن. خانواده خودت کیان ها؟ آخه ماشاءالله خیلی از آقا متین تعریف کردی. تو چی کار میکنی؟ عزیزم من توی فروشگاه بزرگ مشاور فروشم. یعنی فروشنده ای؟ وای نه اونجوری نه، تو انگار زیاد متوجه نشدی. چرا؟ لباس نشون مردم میدین دیگه، مگه نه مینا؟ درست نمیگم؟ خیلی خوب هرچی، بیخیال. عزیزم شغل خودت چیه؟ منو میگی؟ منم توی محله کوچیک و داغون کارشناس زیبایی هستم، یعنی مانیکور میکنم. خواهرم تو حیات خیاط خونه کارگره. عزیزم ما از دست دادن و همون اول با پاکنمون شروع کردیم، واسه همین از دور خارجی. میفهمم یکم دلخوری پیش اومد عزیزم، ولی واقعیت دیگه.
ببین اگه تو از متین خوشت اومده از الان بهت بگم که ما هم دیگر رو خیلی دوست داریم. بی خودی امیدوار نشو. تو چی داری میگی آخه؟ چه ربطی داره؟ طرف اصلا تیپ من نیست. راحت باش. ای خدا اینا چی فکر کردن؟ آبجی خواهشی میکنم بس. چه خواهشی؟ وسط این هم بدبختی. آسیه ساکت شو. ما سعی کردیم کمکتون کنیم. دلمون براتون سوخت سوارتون کردیم. اصلا کار خوبی نکردیم. خواهرم این روزا یکم اعصابش خورده. ببخشید. خوشگلم عزیزم، میشه گوش بدی؟ من که بهت گفتم سر ساختمون بابا بزرگمم. آره آیلین جون، میدونی که منم دیوونه وار میخوام ببینمت. ببین هفته بعد اعتراض قبول ندارم. میریم ویلای گوزه. من همه چی آماده کردم. باشه منم میبوسمت. میبینمت. مامان ببین منم تمیز میکنم. آفرین پسرم. ولی تو آینده واسه زنت از این کارا نکن. پر رو میشه بهت خدمت نمیکنه. پروین غذاها تو طبقه بالای یخچالن. مثل دفعه پیش همه جا رو به هم نریزی یا فهمیدی؟ طبقه بالا. گل خانم به خدا من چیزی نخوردم. دروغ نگو. 5 تیکه چیزکیک بود. یکیشون چی شد؟ این زنی کرم باید تحمل کنم. چه بوی خوبی داره. خدا میدونه اینا چقدر گرونه. پروین بداد قهوه میخواد. اومد. الان منتظر چی هستی؟ متین داره بالش میخره که تو را گردنم درد نگیره. عزیزم همیشه اینجوری به فکرمه. آره حتما. تو چی داری میگی؟ آبجی بیا ما یه جور دیگه به راهمون ادامه بدیم. بیا. شما هفته بعدم میخواین برین این ویلا؟ نه متین هفته بعد سر ساختمونه. ولی به تو چه ها؟ چرا اینا رو میپرسی؟ پس داداش هر هفته با یه دختر میره ویلا. نوبتی نگهشون میداره. خیلی خوبه. ببینم تو چی داری میگی ها؟ دختر این مردی که داره بهت خیانت میکنه. یکم پیش تلفنی به یه دختر به اسم آیلین داشت میگفت عزیزی دلم و فلان. هفته بعدم اونو میخواد ببره ویلا. دروغ میگی؟ والا دروغ نمیگم، ولی اگه باور نمیکنی تماسای اخیر رو چک کن عزیزم. واسه چی تو دخالت میکنی؟ ساکت شو. بیا عزیزم. حاضری؟ معلومه که حاضری. باشه گفتم دیگه. باشه جونم. تو اون چکو بذار اجرا، به منم خبر بدین. باشه خداحافظ. بفرمایید. دست درد نکنه. نوشه جان. پروین زود باش. باید پنجره رو هم پاک کنی. تو ناراحت نشو، سر منم همش داد میزنه. کاش به وقتش با یه زن زرنگ و ساکتی مثل تو ازدواج میکردم.